در میان دشتی در ایران امروزی شهر باستانی فراموش شده‌ای وجود دارد به نام تخت جمشید. این شهر که 2500 سال پیش بنا شده در زمان خود به ثروتمندترین شهر جهان شهرت داشت. تخت جمشید پایتخت بزرگترین امپراتوری جهان تا آن زمان بود، اما بیش از 2000 سال پس از نابودیش از توجه مردم به دور ماند و زندگی و دستاوردهای پارسیانی که آن را ساخته بودند از صفحات تاریخ پاک شد. پارسی‌ها هنوزم برای ما یه معما. اونطور که ما فکر میکنیم یونانی‌ها یا رومی‌ها و یا مصری‌ها رو میشناسیم، پارسی‌ها رو نمیشناسیم. به عبارتی اونا یکی از رازهای باقی مونده تمدن‌های باستانی هست. این یکی از دوره‌های تاریخی دوران باستانه که خیلی کم بهش بها داده شده. اما دیگر این چنین نیست. از طریق علم باستانشناسی، متون باستانی و کار نسل جدیدی از تاریخ نگاران می توانیم تصویری از این تمدن چشمگیر به دست آوریم و در این مکان، یعنی تخت جمشید است که می توان کلید این امپراتوری فراموش شده را پیدا کرد. دنیاهای گم شده. تخت جمشید. تا همین اواخر درهای ایران به روی بازدید کنندگان غربی بسته بود. ناآرامی‌های سیاسی دهه 1980 آمدن به این کشور را تقریباً غیر ممکن ساخته بود، اما در طی چند سال گذشته اوضاع تغییر کرده است. ایران داره دراشو باز میکنه و به مردمی که از غرب میان خوش آمد میگه. بنابراین به نظر من الان زمانیه که باید مطالعات ما در مورد پارس یه مقدار سریعتر بشه. من دکتر جونز 15 سال است درباره پارس باستان مطالعه کردم، اما این اولین بار است که میتوانم از تخت جمشید، قلب تمدن پارسیان، دیدن کنم. ما با اومدن به جاهایی مثل تخت جمشید میتونیم کم کم برای پارسی ها یک شخصیت تصور کنیم و کم کم براشون یه هویت در نظر بگیریم. حیرت آوره. میدونستن چی کار دارن میکنن. حیرت آوره. واقعا هیجان زده شدم. تازه آفتاب در اومده، پرنده ها آواز میخونن. بی نظیره، واقعا بی نظیره. تخت جمشید شاید بی نظیر باشد، اما تاریخ هرگز حق آن را ادا نکرده است. ما بیشتر آنچه را که درباره تخت جمشید میدانیم از نوشته های یونانی جمع آوری کردیم. از پارسی ها تاریخ مکتوب زیادی به جا نمانده، اما یونانیان دشمنان قسم خورده پارسی ها بودند. آنها پارسیان را در جنگ شکست دادند و همیشه فاتحانند که کتاب های تاریخ را می نویسند. یونانی ها دوست دارند خود را به عنوان خالق هر آنچه مربوط به تمدن است توصیف کنند و پارسیان را به صورت موجوداتی بی‌رحم، مستبد و عقب مانده معرفی کنند. ما در غرب با سنت یونانی رومی احساس نزدیکی می‌کنیم و آثار نویسنده‌های یونانی و رومی رو می‌شناسیم و این نویسنده‌ها نقش پارس رو در زمینه تاریخی خودش کمرنگ جلوه میدن. اونا میگن که پارسی‌ها بربرن و این موضوعی که مرتب توی منابعشون تکرار میشه. اما پارسی‌ها را نمیتوان به این سادگی کنار گذاشت. آنها به مدت 250 سال بر بزرگترین امپراتوری دنیا تا آن زمان حکومت می‌کردند. این امپراتوری شروعی محقر داشت و از عشایری که در دشت‌های پارس زندگی می‌کردند آغاز شد. در سال 550 پیش از میلاد
کوروش که فرمانده یک قبیله بود با ارتش خود دست به فتوحات و کشورگشایی‌های متعددی زد. کوروش با جذابیتی که داشت دم به دم بر قلمروی خود می‌افزود. او فقط در عرض 30 سال کشوری را پایه‌گذاری کرد که از مرزهای هند در شرق تا یونان و دریای مدیترانه در غرب، از جنوب تا مصر و اتیوپی و از شمال تا جایی که روسیه امروزی است گسترده می‌شد. بیش از 30 ملت مختلف تحت فرمان مردی که خود را پادشاه جهان می‌نامید جمع شد و در دل این امپراتوری تخت جمشید بزرگترین شهر پارس و کلید فهم دستاوردهای پارسیان باستان قرار داشت. تخت جمشید حدود سال 515 پیش از میلاد توسط داریوش بزرگ، چهارمین پادشاه پارسی از سلسله هخامنشیان شروع شده بود. بیشتر قسمت‌هایی که امروز می‌بینیم به مدت 2000 سال زیر ماسه ها قرار داشت. در دهه 1930 بود که بسیاری از شگفتی‌های تخت جمشید سرانجام از زیر خاک بیرون آمد. No one dreamed of the regal splendors which their excavating would reveal to the world. For more than 22 centuries, the capital of the Persian Empire lay neglected. بیش از 22 قرن پایتخت امپراتوری پارس مورد غفلت همگان قرار گرفته بود. باستانشناسان علاوه بر نقش برجسته‌ها اشیای دیگری نیز پیدا کردند. اشیایی نه چندان چشمگیر اما برای کشف رموز پارسیان باستان حیاتی بود. 35,000 تکه از این لوح‌های سفالی کوچک در میان خرابه‌های تخت جمشید پیدا شد. این لوح‌ها یکی از معدود منابع اطلاعاتی هستند که خود پارسیان درباره نحوه اداره امپراتوریشان نوشتند. علائمی که روی لوح‌ها دیده می‌شوند خط باستانی پارسی هاست. دکتر ماریا بروسیوس یکی از معدود محققان جهان است که می‌تواند نوشته‌های روی لوح‌ها را رمزگشایی کند. چیزی که اینجا داریم نمونه یه لوح سفالیه که در تخت جمشید پیدا شده. کاتب یه تیکه سفال خیس و ور می داشته و با یه دست نگه می داشته. این دو کاملا داخل دست جا می شده و بعد روش حک می کرده. حس خیلی خوبی داره که بدونین یه همچین چیزی باقی مونده تا به ما درباره زندگی آدمای 2500 سال پیش اطلاعاتی بده، اطلاعاتی که در غیر این صورت به ما نمیرسید. اینا به من میگن چطور مردم زندگی میکردن و چطور این امپراتوری اداره میشده و این چیزیه که برام خیلی جالبه. این لوح‌ها رسیدهای امپراتوری هستند، از جمله صورت حساب‌های کسانی که تخت جمشید را ساختند. یکی از آنها نوشته است 1.5 شکل مس برای مجسمه سازان. شکل واحد وزن قدیمی حدود 11 گرم بوده. دیگری میگوید 1 کوزه شراب برای هر یک از 74 کارگر سوری که در تالار پرستون کار کردند و دیگری 2.5 شکل برای زرگران کاریایی. کاریا منطقه‌ای باستانی در جنوب غربی آناتولی بوده است. مقدار طلایی که ظاهراً در اینجا مصرف شده نشون میده که هزینه ساختن تخت جمشید بی اندازه گزاف بوده. ما بر اساس اطلاعاتی که روی لوح‌ها هست می توانیم نتیجه بگیریم که چه موادی این ساختمان‌های عظیم را تزیین می‌کرده است. ما چند دهه تنها ستونها و دیوارهای سنگی را دیدیم، اما اکنون می توانیم تالارها و قصرهای تخت جمشید را با تمام شکوه خیره کنندهشان بازسازی کنیم. با انجام این کار می توانیم بفهمیم چرا تخت جمشید زمانی به عنوان ثروتمندترین شهر جهان شناخته می شده. ورود به این مجموعه از طریق دروازه ملل صورت می گرفت. گاوهایی با سر انسان به بازدید کنندگان اعلام می کردند که به مرکز قدرت پارسیان وارد می شوند. قصر با سقفی از چوب سدر پوشیده و درهای آن با طلا تزیین شده بود.
در مرکز این مجموعه کاخ آپادانا قرار داشت، جایی که داریوش شاه رعایای خود را میپذیرفت. امروز تنها 10 ستون از ستونهای اصلی سر جای خود قرار دارند. در دوران باستان 36 ستون به ارتفاع 20 متر سقف عظیم دیگری از چوب سدر را نگه می داشتند. پرده های مجلل دیوارها را می پوشاندند. این تالار بزرگ می توانست 10,000 نفر را در خود جا دهد. شاهان یکی پس از دیگری به ساختمان‌های داریوش اضافه کردند. خشایارشا دشمن بزرگ یونانیان کاخ بی‌نظیر 100 ستون را ساخت. و بالاخره می توانیم کاخ اختصاصی خود داریوش شاه را مجسم کنیم، مکانی که تنها مشاوران نزدیک پادشاه می توانستند ببینند. اینجا تا حدی تاریک بوده و نور از فضای پنجره ها می اومده. در حقیقت از بعضی قسمت های صیقلی اطراف معلومه که همه جا برق می زده و بعضی ها به اینجا میگن تالار آینه. ساختمان بر روی سکوی 50 متری ساخته دست بشر قرار داشت. از لحاظ زیبایی نمیشه واژه دقیقی براش پیدا کرد. میشه گفت یه سمفونی معماریه. همه چی طوری ساخته شده که با اجزای دیگه سازگاری داشته باشه. ساختمونا با هم همخونی دارن و تونستن یه کلیت زیبا و هماهنگ به وجود بیارن. تخت جمشید یکی از بزرگترین دستاوردهای معماری دنیای باستان است. اما چرا پادشاهان پارسی تا این حد پیش رفتند؟ به جز تامین مسکن ملازمان و اطرافیان شاه، هدف اصلی این ساختمان‌های بی‌نظیر دقیقاً چه بود؟ کلید معمای کاربرد تخت جمشید در دیوارها و پلکان شهر حک شده است. در صحنه‌هایی که این نقش بر جسته‌های سنگی بی‌نظیر به تصویر کشیدند. آنها اقوام مختلف امپراتوری را نشان می‌دهند که به تخت جمشید آمدند تا هدایا و خراج خود را به پادشاه بزرگ پارسی اهدا کنند. نوبی‌ها از آفریقا، لیدی‌ها از ترکیه امروزی، باختری‌ها از افغانستان کنونی. خب چیزی که اینجا داریم چندین تصویر از خراجگزارهایی که به تخت جمشید اومدن و همشون از نواحی مختلف امپراتوری هدیه آوردن. اسبای درجه 1، بزهای کوهی پشمالو، اینا تمام ثروت کشوره که به عنوان خراج می آوردن اینجا برای پادشاه بزرگ. اینجا تصویر فوق‌العاده یه شتره. صورتش هویت داره. گوسفندای بی‌نظیر با شاخ کج که با جزئیات زیاد به تصویر کشیده شدن. اگه به روش کارشون نگاه کنین میبینین که سبک خاصی داشتن. به شیوه حلقوی کردن موها و ریشاشون نگاه کنین که حالتی مصنوعی داره و بعد بیاین پایین پشمای ژولیده گوسفندا رو ببینید. میبینید که دوباره تکرار شده. باز همون مثلث‌ها و پیچ و تاب‌های کوچیک و بی‌نظیر رو می‌بینید و همینطور انتهای دم. لباس تمام این نماینده‌های خارجی با جزئیاتشون به نمایش در اومده. این نشون میده که هنرمندان پارسی به تنوع اقوامی که به اینجا می اومدن علاقه داشتن. پس هدف از ساختن تخت جمشید این بود. تخت جمشید یک پایتخت نظامی نبود. پیش از هر چیز مکانی نمادین و تشریفاتی بود.
رعایای امپراتوری از سراسر کشور به اینجا می آمدن تا هدایای خود را به پادشاه بدهند. اهدای رسمی خراج به منزله تأیید وفاداری ملت‌های تحت فرمان و حاکی از قدرت پادشاه بود. آنها مسیر خاصی را از میان کاخ‌ها طی می‌کردند و به نزد پادشاه می‌آمدند. هدف این بود که معماری آنجا بیشترین تأثیر را بر بازدید کنندگان بگذارد. بالا آمدن از این پله‌ها یک تجربه حیرت انگیز بوده. ما اینجا خراجگزارها رو داریم که شترها و گاوها و جواهرات خودشونو می آوردن. همیشه باید سر و صدایی که پشت سرتون بوده تصور کنیم. همینطور که میرید قلبتون سریعتر و سریعتر میزنه. زبونایی رو میشنوید که قبلا نشنیده بودید، صحنه‌هایی رو میبینید که قبلا ندیده بودید. به این قسمت که میرسید چیزی نمونده که زانوهاتون شل بشه و بیفتین زمین، چون اینجا دروازه ملله. این محل ورود تمام این بازدید کننده هاست و بلافاصله یه تصویر شاهی جلوشون سبز میشه. این گاوهایی که سر آدم دارن نیرو و قدرت شاهی هستند. از بین این مجسمه های گاوی شکل عبور میکنید و حالا همه چی تاریک میشه. نور خورشید ازتون گرفته میشه. ازتون میخوان همینجا بایستید و منتظر بمونید. بعد برمیگردین و از دیدن این سکوی امپراتوری شگفت‌انگیز خشکتون میزنه و میدونید که یه جایی اونجا پادشاه خودتون رو میبینید. خود شخص پادشاه. میرین جلو و نزدیک میشین. حالا قلبتون به شدت میزنه. میبینید که مسیرش طولانیه ولی ادامه میدید. اگر جاهای دور افتاده کشور میایید هیچ وقت ساختمونی مثل این ندیدید. هر بازدید کننده‌ای که اون زمان اجازه پیدا می‌کرد بره روی سکوی شاهی با ترس و لرز اونجا میرفت. اونجا کمال و شکوهی بود که هیچ جای دیگه ندیده بودن و آدما از دیدنش حیرت می‌کردن. از پله‌های کاخ سلطنتی بالا میرید و به مرکز مجموعه میرسید. خب حالا مقابل شما آپادانای بزرگ قرار داره. اینجا جاییه که معما واقعا شروع میشه. این دقیقاً همون تصویریه که پادشاهان پارسی میخواستن از خودشون به نمایش بذارن. کاری که اونا اینجا میکنن اینه که نشون بدن ما دنیا رو فتح کردیم، دیگه نیاز نداریم چیزی رو ثابت کنیم. بنابراین این خراجگزار شما سفرش رو به سمت پادشاه شروع میکنه. اینجا میسته و یک کار مشخص انجام میده. زانو میزنه مقابل پادشاه، بعد فوراً روی زمین دراز میکشه و بعد هدایاشو میده. کارتون تموم شده. آهسته میرید عقب و از اتاق بزرگ تخت شاهی خارج میشید و 15 دقیقه فرصت طلایی شما به آخر میرسه. پارسی ها با مراسم خراجگزاری وفاداری رعایای خود را تقویت می کردند، اما آنها با روش های دیگری نیز اعمال قدرت می کردند. نقش برجسته های بیستون در غرب ایران نشان می دهد داریوش کبیر آنهایی را که تاج و تختش را تهدید می کنند به اسارت می گیرد.
این هشداری عمومی به آنهایی است که می‌خواهند با او مقابله کنند. نوشته‌های باستانی یونانیان روایت می‌کند که پادشاهان پارسی با مشت آهنین حکومت می‌کردند. یکی از آنها نقل می‌کند که پارسی‌ها اعضای بدن و حتی بینی اسرای خود را می‌بریدند. اما نقش برجسته‌های تخت جمشید تصویری کاملا متفاوت به نمایش می‌گذارند. اینجا این مردا رو میبینین که دست همو گرفتن و یا اینکه دست رو شونه یه نفر دیگه گذاشتن، اونا با هم حرف میزنن، انگار همو تشویق میکنن. تصویری که اینجا به نمایش در اومده تصویر صلح و صفاست. هیچ تصویری از میدان نبرد و صحنه‌های خشونت‌آمیز نیست، بلکه فقط تصویر صلح پارسی هاست. سنگ نوشته هایی که در تخت جمشید پیدا شدند تصویر چنین حکومت خیرخواهانه ای را تایید می کنند. آنها اعلام می کنند که پادشاه عاشق صلح است، نه جنگ، و مردم تحت سلطه اجازه دارند رسوم و مذهب خود را داشته باشند. اما آیا اینها فقط تبلیغات پارسی هاست؟ به هر حال این نقش برجسته ها به سفارش پادشاه حک شده است و لوح‌ها را خدمتکاران وفادار او نوشتند. کتاب یهودی عزرا گزارشی مستقل ارائه می‌دهد. در بخش نخست پارسی‌ها به این دلیل که یهودیان را آزاد کردند و اجازه دادند که به دین و آیین خود باشند مورد تمجید قرار گرفتند. به نظر من منصفانه است که بگیم پارسی‌ها از لحاظ دیدگاهی که نسبت به نحوه اداره یک امپراتوری داشتند بی‌نظیرند. در دنیای باستانی غرب معمولاً این نظر وجود داشته: فتح کنیم، پاک کنیم و از نو با شرایط خودمون بسازیم. ما به هیچ وجه اینو توی پارس نمیبینیم. اگه خراج خودتون رو میدادین، اگه مالیاتتون رو به پادشاه پارسی میدادین، همین براش کافی بود. پادشاه فقط همین انتظار رو از شما داشت. هر نوع زندگی و هر نوع فرهنگی پذیرفته میشد. پارسی ها به ملت های شکست خورده اجازه می دادند به زندگی خود ادامه دهند و با این کار رونق یک امپراتوری چند تباری و چند زبانی را در سایه صلحی نسبی به مدت 250 سال تضمین کردند. این مدارا یه هدف کاملا سیاسی داشت. هدف پادشاه پارسی این بود، میگفت اگه من کاری به قومیت و مذهب مردم نداشته باشم، اون وقت اونا دلایل کمتری برای مقابله با قدرتم دارن. اما حفظ این امپراتوری وسیع تنها با مدارا انجام نمیشد. امپراتوری ها به زیرساخت نیاز داشتند. 80 کیلومتر دورتر از تخت جمشید از میان تپه‌ای یک جاده باستانی پارسی که به تخت جمشید می رود ساخته شده است. دیوارهای جاده تا 10 متر ارتفاع دارند. این شاهکارهای مهندسی به وفور در سراسر امپراتوری دیده می شد. وقتی پادشاه امپراتوری باشین که از غرب تا شرق حدود 4000 کیلومتر طول داره، لازمه که اونو کنترل کنین و برای اینکه بتونین ادارش کنین به یه شبکه قوی جاده‌ای نیاز دارین که اجازه بده اطلاعات با سرعت هرچه بیشتر از یک گوشه امپراتوری به جایی که پادشاه هست برسه. حتی یونانیان منتقد نیز تحت تاثیر سیستم جاده‌ای پارسی ها قرار گرفتند. این جاده از تخت جمشید به شهر پارسی دیگری به نام شوش و سپس 2400 کیلومتر به غرب تا افسوس در کنار دریای مدیترانه می‌رفت. جاده‌هایی نیز به شرق و هندوستان و همچنین به جنوب و مصر می‌رفت. یونانی‌ها به ویژه تحت تاثیر پیک‌هایی قرار گرفته بودند که در این جاده‌ها سفر می‌کردند. پیک‌هایی که پادشاهان پارسی را در تخت جمشید از تمام وقایع امپراتوری مطلع می‌کردند. مورخ بزرگ یونانی هرودوت در آن زمان نوشته بود که هیچ موجود زنده‌ای سریعتر از پیک‌های پارسی حرکت نمی‌کند. چنین سرعتی به مدد یکی دیگر از ابداعات پارسی‌ها ممکن بود: ایستگاه‌های بین راه، یعنی چاپارخانه‌ها. چیزی که ظاهراً اینجا داریم سیستمی که طی اون یه پیک سوار بر اسب به چاپارخونه میاد، سریع اسبش رو عوض میکنه، یه راست سوار یه اسب تازه نفس میشه و دوباره راه میفته. شاید 30 کیلومتر اون طرفتر دوباره اسبش رو عوض میکنه. بنابراین سرعت ادامه پیدا میکنه. به نظر میاد چون پیک انرژی و انگیزه لازم داره تا وقتی که اسب تازه نفس داشته باشه میتونه به سرعت خودش رو برسونه.
چاپرخانه‌های بین راه که در آنها سربازان پارسی مستقرن باعث میشن برای نخستین بار در دوران باستان مسافران و بازرگانان بتوانند مسافت طولانی را به دور از گزند راهزنان طی کنند. پادشاهان پارسی از تخت جمشید امپراتوری عظیمشان را اداره می‌کردند. شاهان نرمخون، سرخجو و ثروتمند هخامنشی معتقد بودند ارباب تمام چیزهایی هستند که زیر نظرشان است و برای اثبات قدرتشان دست به ساخت چیزی زدند که مانند بهشتی بر روی زمین بود. 2500 سال قبل پارسی‌ها بزرگترین امپراتوری جهان را تا آن زمان به وجود آوردند. یونانی‌ها می‌گفتند اونها نژادی بی فرهنگ و جنگ طلبند، اما اینجا در شهر باستانی پاسارگاد سنگ‌ها قصه دیگری تعریف می‌کنند. پاسارگاد کاخ کوروش کبیر، بنیانگذار امپراتوری پارس و نخستین پادشاه سلسله هخامنشیان بود و اینجا شواهد فرهنگ پارسی‌ها در عالی‌ترین و پیچیده‌ترین شکل خود موجود است. در زیر این بوته‌ها آبراهه‌های شگفت‌انگیزترین قسمت پاسارگاد قرار دارد، باغ‌های سلطنتی آن. این آبراهه به تمام قسمت‌های باغ می‌رفته، بنابراین تمام قسمت مقابل کاخ محل کوروش آبیاری می‌شده. تصور کنین که رنگ آب به سفیدی میزده و سنگ و صیقل خورده بودن و زیر آفتاب برق میزدن. آبی که از طریق این آبراه جاری میشده منطقه رو تر و تازه و هوای اینجا رو خنک میکرده. این آبراهه‌ها قدیمی ترین شواهد مبنی بر وجود اولین باغی در دنیاست که طرح و خیابانبندی آن هندسی و منظم است. کوروش باغ خود را پردیس نامید. این واژه پارسی همان واژه پارادایز است که امروز در زبان انگلیسی برای نامیدن بهشت استفاده می‌کنند. اونجا بهشت کوروش و کمال طبیعت بود، جایی که زندگی رشد می‌کرد، جایی که آب مایه حیات بود. علاقه کوروش به باغ در سراسر دنیای باستان شناخته شده بود. تاریخ‌نگار یونانی گزنفون اینطور نوشت: در تمام مناطقی که او ساکن است باید پردیس‌های نیز با تمام چیزهای خوبی که خاک عرضه می‌کند وجود داشته باشد. حتی گفته می‌شد که کوروش خودش نیز باغبانی می‌کرد. او به یک بازدید کننده یونانی گفت: من خودم اینها را مرتب کردم. قسم به خدای خورشید که هرگز شام نخوردم مگر آنکه پیش از آن قدری باغبانی کرده باشم. لوح‌های سفالی که در شهر بزرگ تخت جمشید پیدا شده است حاوی نام درختان و گیاهان مختلفی است که در اینجا کاشته شده است. این لوح‌ها نشان می‌دهند که ترکیب باغ‌ها به شدت نمادین بوده است. لوح‌ها به ما میگن که هزاران نهال از درختای مختلف از جمله درختای زیتون، توت و خرما وجود داشته که برای کاشتن در بهار آینده جمع‌آوری می‌شده. اینا درختایی بودن که اون از سراسر امپراتوریش وارد می‌کرده تا اندازه و وسعت امپراتوریشو در این باغ، در چهره این باغ منعکس کنه. پادشاهان پارسی با پرورش گیاهان در یک چشمانداز بایر و بی آب و علف به تمام کسانی که به اینجا می آمدن نشان می دادن که پارسی ها اربابان جهان هستند. کوروش عملاً پادشاه جهان بود و باغ قدرت امپراتوری اونو منعکس می کرد. کاری که کوروش اینجا کرد این بود که به یه طبیعت بی نظم و در هم بر هم و به عبارتی وحشی نظم داد. باغ به نحوی نماد توانایی پادشاه در اداره زندگی بود.
پارسی ها ممکن است شهرها و باغهای بزرگی به وجود آورده باشند، اما همچنان مردمی چادرنشین بودند. این نوع حس چادرنشینی با وجود ساختن شهرهای عظیم همیشه همراه پارسی ها باقی موند. توی شهر همونقدر احساس راحتی میکردن که زیر چادرها. برای یونانیان زندگی چادرنشینی پارسی ها دستاویزی برای تمسخر بود. پارسیان باستان مانند عشایر امروزی ماه‌های زمستان را به مراقبت از گله‌هایشان در دشت‌ها سپری می‌کردند و ماه‌های گرم تابستان را در خنک‌های کوه‌ها می‌گذراندند. برای یونانیان گریز از گرمای تابستان علامت مرد نبودن پارسی‌ها بود. یونانی‌ها دوست داشتن از انعطاف پارسی‌ها انتقاد کنند و اونا رو به صورت موجوداتی گرم و مرطوب می‌دیدن. و از نظر یونانی‌ها زنها صاحب طبع گرم و مرطوب هستند. حالا که طبع زنها و پارسی‌ها گرم و مرطوبه، خب پس اونها باید اصولاً یکی باشند. چیزی که یونانیان هرگز نمیفهمیدن این بود که سفر بخش از شیوه زندگی پارسیان بود. با توجه به رفت آمد مردم، حتی در اطراف مراکز بزرگی مانند تخت جمشید شهری از چادرها وجود داشته است. داخل این چادرها میتونیم تصور کنیم که نحوه زندگی پارسیای باستان با تصویری که امروز میبینیم زیاد فرق نداشته. بنابراین داخل این چادرها چیزی که دارید شیوه زندگیتونه. همه چیز با پخت و پز شروع میشه، بعدش پرورش حیوانات و همینطور جمع کردن چیزهای خوراکی. به علاوه بافتن فرش، قالیچه، پرده و خود چادرها. بافتن پارچه از قدیم کار زنها بوده. اینا هنوز بخشی از رسوم عشایر امروزه و میشه اینا رو با رسوم پارسیای باستان مرتبط دونست. در طول دوران مختلف پارچه های رنگی و مرغوب در زندگی پارسی ها نقشی محوری داشته است. از دور افتاده ترین عشایر پارس باستان تا خریداران و فروشندگان بازار ایران امروزی، پارچه روشی برای نشان دادن ثروت و موقعیت اجتماعی بوده است. من اومدم که بازار شیراز رو ببینم، فقط به خاطر میراث قدیمی، رسوم هنری و رسوم فرهنگی اینجا. چیزی که ما راجع به زندگی مردم خاورمیانه به طور عمومی میدونیم اینه که اونا عاشق رنگ و پارچه بودن. ببینید این فیروزه‌ای چقدر قشنگه و اون آبیه و همینطور این رنگای سبز فوق‌العاده‌ان. ما میدونیم که اینا رنگایی که احتمالاً اونا داشتن و میپسندیدن. داشتن اتاقی که کاملا پوشیده از فرش باشه بخشی از رسوم باستانی مردمه، بنابراین یه رسم پارسیه و من باش ارتباط برقرار میکنم. قالیچه‌ای که روی دیوارا آویزون شده جزئی از فرهنگ دنیای باستانه. فرشایی که روی زمین پهن شده و همینطور روی کاناپه ها. بنابراین رنگ و تجمل جزئی از زندگیشون بوده. این یک کار اصیله. شاید به نظر خیلی مناسب نیاد، اما بهتر از هر چیز دیگه‌ای مفهوم تجمل رو که پارسی ها به خاطرش مشهور بودن نشون میده. این بنفشیه که قبل از هر چیزی رنگ شاهیه، لااقل در دنیای باستان، چون به دست آوردن رنگ بنفش در دنیای باستان خیلی سخت بوده. این یه پارچه امروزیه و نوع رفتار پارسی ها رو برای من مشخص میکنه. بوها، صداها و اندازه این بازار برای پارسی های باستان آشنا هستند. چاشنی ها، طلا و انبوه پارچه های رنگارنگ و مرغوب. این بازار امروزی نشون میده که پارسی ها در دنیای باستان به چه چیزی شهرت داشتن. تجمل گرایی. تجمل تخت جمشید مربوط میشه به قدرت و تبلیغات شاهی، چون میبایست لباس های اضافه داشته باشن و یا لازم بود کف کاخ
پر از فرش باشه، اما واقعا چیزهای اضافه و فقط زینتی بودن. مثلا فرشی بود که روی فرش دیگه‌ای پهن شده بود. اینا فقط مربوط میشد به اینکه از طریق اجناس مادی قدرت و ثروت پادشاه به نمایش گذاشته بشه و با چیزی که الان در غرب در جریانه فرق زیادی نداره. پارسی‌های باستان بزرگترین قدرت روی زمین بودند. همه جا از سبک و سیاق زندگی اونها تقلید میشد. پارسی‌ها به جنبه زیباشناختی زندگی میپردازند، به قسمت ظریفتر زندگی. همه چیزش از نحوه کشت و زر در باغ گرفته تا قدم زدنتون توی باغ، اینا همه تأثیر بسزایی روی تمدن‌های بعدی گذاشت. از طریق یونان روی روم و از روم روی جوامع غربی امروزی. سلیقه پارسیان در مورد معماری، باغبانی، پارچه و فرش تا به امروز هم باقی مانده است. اما در دنیای باستان افرادی بودند که از آیین و رسوم پارسی بیزار بودند. این خصومت روزی به نابودی امپراتوری پارس و همچنین تخت جمشید منجر می شد. یکی از رسومی که یونانیان هم به آن علاقمند بودند و هم از آن بیزار، ضیافت پارسیان بود. بیشتر چیزایی که ما راجع به ضیافت‌های پارسیان می‌دونیم از منابع یونانیه، چون یونانی‌ها اونقدر مجذوب و شیفته موضوع تجملن که طبیعتاً ضیافت دادن بخشی از زندگی تجملی محسوب میشه. در ضیافت‌های پارسی بریز و بپاش زیادی میشد و تمام چیزهایی که مربوط به تجمل میشه در این ضیافت‌ها وجود داشته. میگساری بخش مهمی از ضیافت‌های پارسی‌ها بود. هرودوت نوشت پارسی‌ها علاقه زیادی به شراب دارن و هیچ کس اجازه نداره در حضور دیگری بالا بیاره یا ادرار بکنه. به نظر میاد که پارسی‌ها با اصل حقیقتگویی زندگی میکردن. این خصلتیه که یونانی‌ها به رغم میلشون تحسین میکنن و پارسی‌ها از میگساری به عنوان یک سیستم سیاسی استفاده میکردن. پارسی‌ها ضرب المثل دارن که میگن مستی و راستی. یه گفتگوی سیاسی پیش میاد، شراب زیادی خورده میشه، حرفایی زده میشه، بعد همه میرن میخوابن و شب تموم میشه. روز بعد همه خمار از خواب بیدار میشن و دوباره دور هم جمع میشن و در مورد همون موضوع صحبت میکنن تا ببینن نظرشون عوض شده یا نه. مانند بسیاری از رسوم پارسی‌ها، ضیافت برای تجملگرایی نبود، بلکه نقش اجتماعی مهمی داشت. ضیافت آدم‌های جامعه رو دور هم جمع میکنه. همه افراد از یک غذا میخورن و یک چیز رو تجربه میکنن، بنابراین ضیافت باعث اتحادشون میشه. با این حال برای یونانیان اینم دلیل دیگه‌ای برای پس بودن نژاد پارسیان بود. اسکندر کبیر به سربازانش هشدار داد شکمچرانی و ثروت منجر به کاهش مردانگی می شود. چیزی که منابع یونانی میخوان نشون بدن اینه که پارسی‌ها تجملگرا و زنصفتن، نژادی از آدم‌های بی‌مصرف و تجمل پرست که یه جایی در شرقن و ما و اخلاق و عقایدمونو فاسد میکنن. و اسکندر بود که تصمیم گرفت یک بار برای همیشه به نفوذ پارسی‌ها پایان بده. در سال 334 پیش از میلاد او به منظور فتح کشوری که 250 سال جهان را اداره کرده بود دست به عملیاتی نظامی زد. در نخستین نبرد جدی میان دو ارتش در آسوس ترکیه، ارتش اسکندر مقدونی در رغم داشتن افراد کمتر با حیله‌های نظامی در برابر نیروهای شاه پارسی داریوش سوم پیروزی چشمگیری به دست آورد. احتمالاً علتش برمیگرده به تاکتیک‌های نظامی که ارتش مقدونی علیه پارسی‌ها استفاده کرد. پارسی‌ها به جنگ در دشت عادت داشتند و از عرابه استفاده می‌کردند که در ارتش مقدونی استفاده نمی‌شد. علاوه بر این شبیخونای فوری مقدونیان به این موضوع کمک کرد.
2 سال تاکتیک های برتر نظامی اسکندر به او اجازه داد سرزمین هایی را تصرف کند که زمانی در اختیار پارسی ها بود. در سال 331 پیش از میلاد او به خود پارس رسید. پیش از آن که به تخت جمشید برسد، ارتش‌های پارسی تار و مار شده بودند و 12مین و آخرین پادشاه هخامنشی داریوش سوم مرده بود. اسکندر بدون درگیری وارد شهر بی‌دفاع تخت جمشید شد. این مرکز تشریفاتی که بیش از 2 قرن نماد حکومت پارسیان بر دنیا بود به دست یونانیان افتاد. اسکندر به سربازانش گفت که آنها اکنون در منفورترین شهر دنیا هستند. نباید فراموش کنید که اسکندر از کجا میاد؟ مقدونیه؟ خیلی خوب، اینها یه مش لاتن، لات‌های کوهنشین. اصل و نسب اسکندر این آدمان و بعدیها اونا میان اینجا. خب به هر حال پارسی ها چند قرن به تجملگرایی مشهور بودند. این چیزا برای پیروان مقدونی و یونانی اسکندر به شدت منفور بوده. اسکندر پس از پیروزی برای عده‌ای از سربازانش ضیافتی در تخت جمشید برپا می‌کند. بر اساس نوشته‌های یونانی اینجا بود که سرنوشت شهر رقم زده شد. اسکندر کاملا به اهمیت نمادین تخت جمشید به عنوان قلب امپراتوری پارس واقف بود. باید این شهر نابود می‌شد. اسکندر هر چیزی رو که احتمال داشت منبع مبارزه و مقابله با اون باشه رو از بین می برد. تخت جمشید این منبع بود. اون میخواست قدرت پارس رو کاملا از بین ببره و به این ترتیب سربازان اسکندر دست به سوزاندن و غارت زدن. طبق گفته های نویسنده های باستان خود شهر بی دفاع مونده بود. اینجا هیچ نگهبانی نبود تا از مردم دفاع کنه. بعضیا میگن کاری که اون کرد این بود که مواد قابل اشتعال رو روی هم تلمبار کرد. اساس خونه، پرده و از اونجا آتش شروع شد و در سراسر محل پخش شد و شهر سوخت. میتونم بگم که اون شب اینجا هرج و مرج و قتل و غارت وحشتناکی بوده. سربازای اسکندر شهر رو زیر و رو کردن و هر چیزی رو که اونجا بود غارت کردن و خونه ها رو به آتش کشیدن. من فکر میکنم اسکندر اولین لات بی سر و پاییه که اسمش در تاریخ ثبت شده. اون بدون هیچ ضرورتی از زور استفاده کرد و مکانی رو از بین برد که اصلاً کاربرد نظامی نداشت، جایی که وقتی اون اومد اینجا بدون محافظ بود. هیچ ضرورتی برای سوزوندن اینجا و قتل عام مردم تخت جمشید وجود نداشت. یونانیان که ادعا می‌کردند بنیانگذاران تمدنن و به پارسی ها بربر می‌گفتند، مرتکب یک عمل به شدت خرابکارانه شدند. آنها بی‌نظیرترین شهر جهان را از بین بردند. این مرگ غم‌انگیز یک شهر بزرگ و بی‌نظیر بود. این بستر تمدن و این مکان تشریفاتی. اون زمان اینجا با شکوه ترین شهر شناخته شده در جهان باستان بود و اسکندر اینو از بین برده بود و با این کار یه دوره تاریخی به پایان رسید. اما جالب اینجاست که اسکندر با سوزاندن شهر کمک به حفظ آن کرد.
قسمت عمده شهر زیر خاکسترهایی که آتش تولید کرده بود مدفون شد و تا 2000 سال بعد از گزند طبیعت محفوظ ماند. در طی حفاری‌های دهه 1930 بسیاری از نقش برجسته و لوح‌های سفالی برای نخستین بار مورد مطالعه قرار گرفت و ما توانستیم از طریق آنها اطلاعات زیادی درباره زندگی پارسیان به دست آوریم. با آنکه شهر از بین رفته بود، میراث پارسی‌ها باقی ماند. تمدن‌های دیگر و حتی یونانیان از باغ‌های هندسی، معماری تشریفاتی و تجملگرایی پارسیان تقلید کردند. اما بزرگترین دستاورد پارسیان خود امپراتوری پارس بود. نخستین امپراتوری یک پارچه تاریخ که بر مبنای مدارا و احترام به فرهنگ‌های دیگر ساخته شده بود، کاری که قدرت‌های بزرگ جهان انجام نداده بودند. اکنون پس از هزاران سال پارسیان جایگاه خود را به عنوان یکی از بزرگترین تمدن‌های تاریخ باستان به دست آوردند.